بله سلام و درود خدمت دوستان و همراهان عزیز. حاضر ما یک قسمی از کاری که تا الان انجام دادیم اون یکم جمع و جور کردیم به ترتیب آوردیم و میریم میبینیم که ما با شبکه RS485 چگونه کلی همین اینورترهایی که ما پیوست کردیم و به داخل اکران اون را جابجا کردیم. میریم منبع را وصل میکنیم. خب از ما HDMI هم روشن شد. خب میبینیم که ما چی چیز اینجا داریم. خب این است. این هم از پروژه‌ای که ما انشالله قرار است که انجام دیم و اینجا قسمت دستی کاملا همه همون الیمنت ها رو جابجا کردیم. خب و ببینید اینجا موتوری که ما داریم، خب همه همون کلپن ها و پنیماتیکایی که ما داریم همشون کاملا اینجا اومدن. اینجا ببینید خب هرتز بس آمد موتور ها هست. خب یعنی ما دستی از اینجا میتونیم هر موتوری که دلمون خواست مثال وصل کنیم. خب فرض کردیم همین موتور من وصل میکنم و بسامش هم میگذارم. حاضر روی 0 هرتز است. حدود فرض کردیم میگذارم 45 هرتز. از من اینجا 45 هرتز قبول کرد و اینجا اینورتر هم بینید میراد حدودی 49 هرتز. این ما یک ماکرو نوشتیم اینجا. خب این قطع میکنم صداش بلنده و این قطع بکنیم. ماکرو نوشتیم در داخل HDMI که ما هر تغییراتی که در باره سرعت و یعنی وصل قد اینورتر رو انجام میتیم بعد این از خود اکران از ماکروش میره در خود همون اینورتر رو میریزد. مثال فرض کنیم من این اینورتر چه بسامتش 1 هرتز میگذارم. خب فرض کنیم اینش هم 2 هرتز میگذاریم. خب میبینیم 3 هرتز. خب اینجا میبینیم که یک قسمی از اینورتر رو ما این 1 هرتز شد. خب اینم 2 هرتز و 3 هرتز ما اینم 3 هرتز فاصل میکنیم. همش کاملا نیواز میکنیم. بسامد میتیم فرض کنیم 5 هرتز. خب اینم 6 هرتز. شما اونجا ببینید که بسامد ها چقدر خوب ایواز میشن. یک زمانی کوتاه دارد، تاخیر دارد و از حساب همون ماکرویی که نوشتگی ما از حساب همون است. خب میرم و وصلشو میکنم. ببینید یکی وصلش نیست. فقط یکم وصل نمیکنیم برای که فنش روشن است و صدا بلند میکنه. خب این اخیران هم میگذارم 7 هرتز و وصلش میکنیم. خب همش هم روی رن شدن. خب اینجا بینید روی رنشون فعاله و از PLC ما ورودی فعال شد که یعنی حقیقتا همین اینورتری که ما داریم حاضر فعال است. فقط یکی از ما 0 هرتز است. اینه مثلا 3.5 میگذارم. این چه دقیق انجام میشه. 3.5 هرتز. خب بعد اینجا حرارت هم داشتیم. ما مدل حرارت اونم حرارت هم خوانده شدیم. فقط ما یک کوشش دیگه هم انجام دادیم که یک دو مدل وزن سنج اینجا این هم به شبکه اضافه کنیم. یعنی از این ترازویی که ما داریم متاسفانه اونو به شبکه همراه نشدن. خب یک مشکلی کارم ایجاد کردن. فقط در لحظه کار میکنن. وقتی که ما با شبکه با دیگر بگیم تجهیزات دیگه یک جاش میکنیم کار نمیکنه. خود PLC هم اینجا بینید از صورت به صورت دستی همه من هر چیزی که اینجا روشن کنم بینید از ما فرض کنیم موتور این موتور روشن شد. اینم خیلی با سرعت همه فرض کنیم این رو من روشن میکنم. خورجین این همون اکرانی که HDMI از صفحه دستیش است که یعنی ما دستی هر یک چیزی که روشن میکنیم اینجا از ما اینجا بینیم روشن میشن. فقط اینا گفتیم وصل کنیم صدا میده. هم کانتاکتور ریلی ما خروجی رو با ریلی حتما وصل میکنیم. برای همین هر یک خروجی که ما اینجا داریم اونجا یک خروجی خاصی خچت میکنم. نمودش همین شکل چیز من پیش میارم. اینا
اخیراً هم این موتور رو وصل کنیم. اینورتری ما کامل. اینجا رلی رو ببینید همشون روشن شدن. از خروجی پیلسی هم از ما روشن شد. خب من یک استوب میزنم پیلسی را. ببینید همه یک بوره کاملا قطع شدن. اینورتر هم قطع شدن. خب این بود همون نتیجه کاری که ما تا امروز انجام دادیم.